بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قند نبات زنده و سربلند باشین. خب دینا من یک نواری کردم. بسیار به این نوار توجه بسیارم کردن. بسیار به مرا طعنه و ملامتم کردن و گپ‌های خوبم گپ زدن. خب از شما خواهش میکنم که من تماشابینی که حاضر مرا تماشا داری، اگر تو یگم نفرت و یگم بدبینی نسبتی ریش نسبتی بابا داشته باشی، فقط به توی مسئله میتونم که نامه اعمال خطا سیاه نکنه، گناهات زیاد نکن، یگم حقارت دشنامم نکن. همچون یک برادر مسلمان به تو توصیه میتونم. خیلی دیگه بدورین دیگه انا سایتودا بدورین تماشا کنین خیلی که میفورتون ما یعنی که آسونه بابا را گوش نکن. خب بابا آسونه میگه یعنی که دوره 13 زمستون میشید، خدا رحمتی اوچه کلونی یعنی بیبین به همه ما یعنی که به نوسهاش نبیراش پخته تقسیم میکرد برای چیکتکنی. ما چیکتک میکردیم، خواهش میکردیم که آسونه بگو. وقتی که پیران و مستفیدان سخن میکردن ما گوش میکردیم. ما فکر میکنم توضیح را که همین وقتی که پیر مستفید یا آدم سال خورده یک قصه کرد یا نقل کرد، اصلا اون جوان باید گوش کنه. ما خودمون گوش میکردیم برای که درس عبرت شود که همین بابا آخی تو اولی بسین سولی بابا رفتن خیلی وقته اوخی اولی پسی بلندی هایی که ما دیدگیم خیلی شما دیدگی نیستین. هرچند دانارم باشه هرچند عالمم باشه دیدگی نیستی و یورا من بخشش به شما سخت نرسد فقط وجود رقمش هم میاد. همه که ما اون گذشت ما جوانی را دیدیم، جوانی ما گذشت برفت خیلی گذشت خبر نشیدیم، بابا را گوش کردیم. خب خیلی نوارا ما کردم. ممکن ما یگم خطایی را گفته باشم وجوده، یگم گپای مثال که نافورم هم گفته باشم این هست. برای که من سواد ندارم. چقدر که شما مرا به سواد میگن من میگم خب من به سواد برای که نخواندم قبول دارم. چقدر شما مرا مثال میگن پود بالوی گور ایرا شما رو میفهمین که ترام پود بالوی گور که ایرا من قبول ندارم. این مینا پای ما بالوی گور هست پویتون نیست، ایرا من قبول ندارم. شور که باید که پاکی ای پاکی بابا پیش نباشد. قامتی خمگشته پیران نشانی مرگ نیست، یا کمان سطیر را در خواب پنهان میکند. من طعنه نمیکنم، بزرگا گفتگیان که قدر اختیار بدونیم. خب برادرها اصلا من قصه ها میکنم همچون شفیار قصه میکنم، همچون یک آدمی همیقه سواد دارم، همیقه خداوند عقلم داده. تو به مرا طعنه میکنی که تو کم عقلی. اینا من قبول دارم. خیلی من نمیگم خیلی من اگر با عقل میشیدم ولی هیچ چون چکارو میکنم من کم عقلم. احسن با تو بابوش کم عقل میگوی. تو با عقل که تو چقدر با عقلانه کار کنی زندگیت خوب شود، رنگ بابو خیلی وای نشوی، مثلا در شبکه اینترنتی پیشمون نخری. خب چی گفتنی هستم؟ گفتنی هستم که بسیاری مخلصان میگن ات وای اخی برا یا امر معروف که یا مثال نصیحت به جوانو که همین صغیره که ارقواره میگفتن برا میگفتن همین محمد جون ارقواره چیه؟ اخی من همین خیلی کلام دارم، من همین شما من همین خیلی قبول کنه که من همین خیلی آدم مخی طعنه کرده ملامت کرده که من اسپرایت کرده شما چه خیلی میگین اخی نمیشه. من همین خیلی گپ میزنم ارقواره میگفتن یعنی که من گوش نمیکردم. صغیره دوشور تربیه خولیگانی همین چی اوتم هرچند حرکت میکرد که من بخونم یا ملو شوم. ملو چقدر آورو داشتم دوره 13 آورو داشتم بازی. یا که میگفت که رئیس کلخوز چقدر مثال رئیس میدونی چقدر چی بود میتونست که همونجا بگیره یک ترزیمه میداد یا که میگفت هم خشلوق دیپورت میکرد یعنی میکشوند میرفت رئیس هم خیلی آبرو بودن دوره 13 فهمیدی. من خود رئیس خودش که به من اینم خیلی اگر
میخوندم که نگم کارگر میشد نگم چی میشدم که خودی مثال او روز در نزد حکومت شهر وحدت دیم یک استادی من نعیمов رحمان علی استادی من نعیمов رحمان علی که اصلا این اولادی نعیمов با این سخن میکنه خیلی جای سخن شما این نعیمов همش خوندگان با سواد و با فرهنگ با مدنیت و کارهای بلند دوام میکنن نعیمов میگیم نعیمов بسیار مردمی بسیار یک عائله خواندگی باسوادن که پدر اینها بابی اینها معلم بود خیلی پدر من دهقانی کلخوزشی بود آخی میگفت که بچه‌م خیلی که نخوندم بچه‌م کار کرده زندگی منو ببریم پیش بریم من کار کردم با کارگر شفیور بودم و شما مرا قصه میکنه که نوروی وای که رنگ حاجی میرزا واکا نور که رنگ مولای بختری یک مولا عبدالرحیم نور که اوخی وایو خواندن ای برادر ما کار کردیم ما فقط پرابلم رول بود بار میبردیم وایو چیکار کردن اولا دوره شفیوری گپ زدن اما مثال آدمای مثال حاضر سخن میکنن مولوی ها رو دومل ها را اوخی وایو خواندگیان وایو رنگ ما در پیری ولی انا چهارمغزک شرشر شو و موندگی نیستم عذاب کشیده وای باشن که ماشینمون کلیشی ماشینمون ویران شد برف زد دیگه راهو مخ کشیدن تنبه شدن وزیری خیل تونلوی مثال واشته که شین مزگری میبریم ای ما عذابای ما کشیدیم خدا شما نکشین اصلا نکشین شما با من سخن میکنم درباره نیو سخن میکنم شما خیلی میگین خیلی من همین خیلی میگم من همین گپا حق شگه میزنم خب من اصلا کجاگیم من همین کجاگیم نه شما میگین که یا غرمی میگین یا خطلوی همین دو کلمه گپ ده من خواستم نوار کردم شما تنها معلومات کردین یک کانال بسیار خطلونی نوشیگریش قطعی کانال شم خطلونی خیلی که من بسیار هم خیلی باشم با اینا با هم قطعی خطلونی میگم که دوست برادر باشیم تو نوارهای فحش فوشگی فقط میمونه مونتاژ میکنی خیلی میکنیم با خطلونی ایش یعنی که بابای عباس غرمی نسبتی باید من یکم کینه ندارم یکم این ندارم خدا شفای کاملش ده عمری درازش ده بابای عباس غرمی رو میگم من فقط خیلی یک صغیره همین بسواد من مثلا هم اویدی دو چیه هم خطلون و هم غرمه مثلا یک سخن کردم مثلا بعضی بچه‌ها مثلا سخشون رسید من خودی من گیجوگیم میدونی خودی من وحدتیم فیض‌آبادیم آبیگرمیم نورآبادیم غرمیم طویل درگیم ونجیم خب رفتگی دروازیم رفتگی پومیریم رفتگی اوس شورابادیم فهمیدی رفتگی ای همدانیم ای دشت جومم ای سری خسارم ای فرخارم ای دنقرایم از مچهای کوهیم از خب خوجندم فهمیدی ای بخترم فهمیدی ای حسارم ای پیش خلیفه شهیدم بس نمیکنه شما همی محل گیره ما ای هنم جویم فهمیدی نکه ای جوی بابا تو مردم خیلی میگید حاضرم هم خیلی گم میزنین حاضرم هم میگه که تو گیجوگی توجکستانی نمیخواه توجکستان یک کفه 93% کوسوره فهمیدی آخی برای چی شما همین محلچگی ملتچگی میکنید ما همه جاگیم ما توجکستانیم من مسلمانم فهمیدی بون میگن که تو میگوی مسلمان دفاع دین مبین اسلام میکنی آخی همیقه میدونم من آخی دفاع دین مبین اسلام میکنم دفاع وطن جانو میکنم دفاع ملتی سربلند تاجیک میکنم اونی که محلچگی چی در کو یوونی فهمیدی یوونیم بسته هم خواه خیلی مرده که شما جدا میکنین حاضرم جدا میکنین و ما ایره فکت حجت رقم دلیل خطی میگم که ما شفیور که بدم دوره سیوز اگر ما مثال بار میبردم طرفی فرخور حتما شوجه میموندم طرفی مسکوسکی همدانی شوبک آخی موجه من میموندم
дар восеи шаво мемонд, кулобда шаво мемондем. Шафёр пулман буд, ҳай мекардем, мерафтем мемодем, наме успеҳ мекардӣ, хуб бефара мешидӣ, монда мешидӣ. Я рӯз то бегара мерафтӣ, шам мерасӣ, ё бора саҳар холӣ мекардӣ, ё бора бега холӣ мекардӣ, ё ки саҳар холӣ мекардӣ, ё ки мерафтем ғар мерафтем, дараи асман мерафтем, сартала мерафтем. охи шам мемондем. барои ҳамин ман ҳамаҷогиам, ҳама ҷо қиси сухан мегӯям. қабодиёнро нагӯ, чӯлои қабодиён, чӯлои данғара нагӯ. Данғара мегуфтем, путёвка мегирифтем, мегуфтем гиҷо, мегуфтем два гара и дангара, ду ку, ҳамин ду ку, ҳамин хел зуд мо меомад. Ду ка буромадӣ, ду ка буромадӣ, шаршар чормағза буромадӣ, данғарада расидӣ, вақтат хуш мешавӣ. Два гара и дангара. ман навор кардагиам. охи шумо чӣ шуд хеле мегирем, бобо ту мардума пас мезанем, мардума ягон чатуна пас намезанам. Ман ҳамун гиҷояте ки таваллуди гиҷояте ки ман ҳамуҷагиам, ман мерам ҳамуҷада сухан мекунам. ولی بعد بچه‌ای که با رفتیم مهمون شدیم اونجا 7-8 قطعی یکی من вообще تا پومیریم، فهمیدی؟ پومیریم، بدخشانیم. درم دعوای جنگ‌های شهروندی بار بردیم اون بیزنسمن تو خاطی بارم. من یک اروکاش بودم مخینه میت بازار دمیره اروا را میت 5 میت بار میکنی 1000 سومون خرید میکنی اروا میبره میت یا 5 میگیره. اون شافیور بودم مخینه شما نمیفهمید. پومیردا بدخشاندا 10 روز خونه یک بدخشانی دا یک پومیری دا 10 روز ما خوب کردیم. 10 روز خوب کردیم. 10 روز فقط وای ما رو مهمانداری میکرد. وقتی بار برده بودیم و مثلا بار سودا میکردن ما رو میگفتن که بیا خونه ما دویز. رنگ اکاو دو در بودیم اونجا دا. پومیریو دا. مردم پومیر اخی ما تمام مناطق جمهوری تاجیکستان ما معرفی میکنم. مردم پومیر کو مردم بدخشان والله قسم چقدر دل و نیت پاک به آلایش دارن، چقدر مهمان دوست دارن، چقدر لفظ شیرین دارن. فقط پومیرش میگم. ولی او شنه میگم اخی. او مثال دشتی جومو مثال طرفی انا مچوی کوهی و طرف شگناو اوش اولی نمیگم. بچه شما همین 4 پشتونه اگر حساب کنه خیش میبرویم. این نمیخواد تاجیکستان اخی. چی خیش ما ملتچگی و محلچگی میکنه. ما وقتی که بیرون همین وطن میشیم که بیرون از وطن میشه ما رو تاجیک میگن. نمیگن که تو فلانی و فلان بیانو متونا نگیرن. فلانی تاجیک این. نوشیگری هم متونا شوا. نمیدونم چه خیلی ویدیو کنم کارش شما رو چه خیلی بفهمونم. خب و ما از این وطن و از دولت این ملت افتخار میکنیم. بیا شما ما یک فکت و حجت رقم و دلیل مهر پیچت بیارم. فقط یک تا از روی تو دان خدا خودتون قضاوت کنید. نه الله پاک ناموش خود قضاوت کنید. در همین شبکه‌های اینترنتی یک رولик برآمد. یک شهرمردی وطن تاجیک‌ها رو همین خیل سلامی تاجیکان رو همین خیل در جهان معرفی کرد که تمام اینترنت لرزید. این کی بود؟ فقط حجت رقم دلیل ما رو پیشت قطع میگم. والله قسم قضاوت که خود خلاصه برو. این کی بود؟ این پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم جناب علی امام الرحمن. وقتی که ترامپ قطعی میبه سرون دولت ها میستن. وقتی که ترامپ ها که میدونی اخی ترامپ وقتی که پریزیدنت ها را سلام میکنه که سلام میکنه میخواد خودش نشان میده که چیکار کرد جناب علی؟ سلام مستحکم تاجیکانه کرد بابا. همین که سلام کرد که ترامپ قایل شد با تاجیکستان عزیزم با سرور معظم ملت ما امام الرحمن قایل شد که همه جناب علی همین خیلی سلام بینختون همین خیلی سلام کرد که همون لرزی و یکی میگه که اول سلام میکنی میفهمی که سلام و ازدواج کرد که این شخصیت قطعی ما سلامش که خیلی سخنش خیلی فهمیدی؟ بابات تاجیکه
бобод тамоми ҷода мерам, дар ҳам Москва, Тоҷикистони азиз ма реклама мекунам. дар Москва сити Тоҷикистони азиз ма реклама мекунам. фаҳмидӣ? дар Питер, дар Лахта центр Тоҷикистони азиз сарбуланд ма реклама мекунам. фаҳмидӣ? ба ҳамин камақлим гуфти шумо, ба ҳамин бесаводӣ гуфти шумо. бояд дӯст бошем, бародар бошем, дар тарбияи насли наврас бошем. бояд гап занем насли наврасе ки мо кӣ будем ва имрӯз кӣ ҳастем. фаҳмидем? зиндаву сарбуланд бошем.